بیا بشین پیش من، بیا بشین پیش من. مهمتو پیدا نکردم. یعنی چی پیدا نکردم؟ همه جا رو خوب گشتی؟ استانبول به این بزرگی فکر میکنی راحته؟ داداش شمایی؟ آره منم. تو این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ اینا کیه؟ زود باش بابا، تا صبح وقت نداریم که، باید بریم زودتر سر کوره. یه لحظه. چه کوری؟ دستتو بکش. مراد چه خبره؟ چیزی نیست، تو برو تو با کوره چی کار داری؟ اونی که باید بود کجاست؟ چه میدونم، منو تو مهمون خونه ول کرد و رفت، دیگه هم بر نگشت. پس برای چی اومدی تو خیابون؟ زود باش برگرد، زود باش برو مهمون خونه. نه نمیتونم برم. مراد این بچه کیه؟ داستانش طولانیه، برات تعریف میکنم. خیلی خوبم میری، زود باش ببینم. را بیافت، وقت تلف نکن. بیچاره شدیم. باید چی کار کنیم؟ زود باش برو به پاشا خبر بده. های بچه بیا اینجا. مراد چی کار میکنی؟ چی کار کنم؟ میگی بذارمش وسط خیابون؟ آخه مگه تو اونو میشناسی؟ من میشناسمش. بچه زود ما رو فروختی واقعا که. برید ببینم، زود باشید. برو دخیر، اول صبح برمیگردیم مهمون خونه. خیلی ممنون. نگران نباش نگار، زود باش، برو تو. کجا غیبش زده این بچه؟ امشب که شانس آوردی، بالاخره به حسابت میرسم. مهماندار بیدار شو. الیزابت تو رو خدا ساکت شو. بابا مغز منو داری میخوری، ساکت شو دیگه. چی داری میگی؟ الیزابت چیه؟ الیزابت ببین. ای وای، شما چی گفتی خواهرم؟ ببخشید خواب بودم، پیریه دیگه، هزار تا درد سره. خب بفرمایید چه مشکلیه؟ امروز بعد از ما کس جدیدی اومد مهمون خونه. کسی جدید اومده مهمون خونه؟ کسی که یه مرد مریض بوده. که یه مرد مریض؟ یه مرد مریض. خب این مرد کی اومد؟ خب اون آدم کی اومد؟ اون مرد درست قبل از فرار کردن بچه شما اومد اینجا، بعدش اومد. که اینطور. خب الان کجاست؟ خوابیده تو اون اتاقه. ببین خواهرم، من خیلی کنجکاو شدم. تو چرا این سوالا رو از من میپرسی؟ خب اگه مشکلی داری به من بگو، من فوراً حلش نه چیزی نیست مهماندار، تو راحت بگو. های مهماندار. ببین همونیه که داد میزنه. همون. کجایی مهماندار؟ چیه؟ سوختم برام آب میخوای؟ باشه بایستا، الان میارم بابا، فقط تو رو کم داشتم. ای خدا. خواهر کجا رفتی؟ بیچاره تا سرشو گذاشت رو بالش خوابش برد. مادری به زن من میاد. آره معلومه.
بهترین مادر دنیا تو میشی. شلوغ نکن الان بیدار میشه. حالا راستشو بگو ببینم این بچه کیه؟ از کجا میشناسیش؟ امروز صبح تو جنگل چند نفر دنبال این بچه و زنی که باش بودن. به زور نجاتشون دادن. دستت هم اونجا زخمی کردی؟ اون وقت به من نمیگی. آخه تو چرا تو این کارا دخالت میکنی؟ چرا دنبال دردسری؟ چی کار میکردم؟ دنبال اون زن و بچه بیچاره بودن. ولشون میکردم به امون خدا. خب حالا باید چی کار کنی؟ امشب که اینجا میمونه، صبح میبریمش مهمون خونه. داشت میفته تو کارهای خطرناک. معلوم نبود چی بشه. به خدا گناهتش نکار. باشه خیلی خوب. اما قول بده که اول صبح این بچه رو میبریم. تا الان کی سر حرفم نمونده. حرفو عوض نکن آقا مراد، زود باش قول بده. قول. آی مراد ببین بیا اینجا، بیا تو، مواظب باش. بیا اینو بده به من، برو اینجا استراحت کن. میفهمی؟ استراحت کن. من میرم موعظ خانو برمیدارم میارم. همینجا استراحت کن. باشه همینجا باشه. دارم دیوونه میشم. یه آدم سالمم نمیاد اینجا. هی برو پایین، هی بیا بالا پایینمون میکنم. خوش اومدی خائن. آخه عزیز بر حرفت چیه؟ نصف شبی اومدی زهر ترکت کردی، چرا نمیگی چی شده ها؟ ببینید یه مسئله خیلی مهمی پیش اومده، باید سریع بریم اونجا. خیلی امر مهمیه. آساس باشی بفرمایید. نصف شبی کجا با این عجله؟ تو با این اسباب بازی زیادی بازی کردی. الان حالیت میکنم. بچه های اون عثمان خائن همشون خائنن. اسم بابامو نبر وگرنه زبونت از حلقومت میکشم بیرون. میدونم کی هستی. تو و اون آقات. حتی اون بچه که آوردینم مجازات میشین. اون بچه کجاست؟ زود باش بگو کجاست اون بچه؟ آساس باشی خان، ما یه کار خیلی کوچیکی داریم. زود باش را بیفت. چرا انقدر عجله داری؟ حالا میری. باشه. اول به هم بگو این کیه؟ اینو میگی؟ این موعظ خان هست دیگه. نشناختین؟ شناختین؟ خب حساب رو بگو، کسی منتظر ماست دیگه. چی؟ منو بکشیم یک کلمه حرف نمیزنم. پس دیگه تقصیر من نیست. من کار خودمو انجام میدم. خفه شو. توی مهمون خونه ما یه مردیه که مجروحه. گفتم موعظ خانو بیارم یه نگاهی بهش بندازه. زود راه بیافت جلو ببینم. به همون نشون بده این مرد که تا ما هم ببینیمش. حتما، چرا که نه. موعظ بیا
بفرمایید. چرا دهنتو باز کردی؟ تو دردسر افتادم به خاطر تو. بفرما احمق دیوونه. بفرمایید. این مجروح کجاست؟ چیزه اون بالاست. بفرمایید. زود باش یه کاریش کن. زود باش بریم. عجله کن بیا. بیا بفرمایید ماهس بیا. ماهس خاک تو سرت ماهس. بیا 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 بفرمایید آقا. ماهس ببین چی دارم میگم، حواستو جمع کن. یه وقت دهنتو بی خود باز. بفرمایید خوش اومدید. ببین فقط بفرما برو تو، حالا برو تو فعلا. اینجاست استفرو؟ همینجاست. مجروح کجا بود؟ این مرده که مرده. طبیب یه نگاه بنداز. چی؟ مرده؟ ببینم. این مرد مرده، تازه هم مرده. این که زنده بود. گلوشو با چاقو سوراخ کردن. مهماندار؟ دیگه چه کسی تو مهمون خونه است؟ توی مهمون خونه چیزه، توی اتاق بغلی یه زن و یه بچه هستن. همین به خدا. چی کار میکنی؟ میبیننم. یه دقیقه وایسا. پس بریم این زن رو ببینیم. حتما بفرمایید. شما اینجا بمانید. چی شد آخه؟ چرا مرد؟ سلام خانم. بفرمایین. امرتون چیه؟ توی اتاق بغلی یه نفر کشتن. واقعا؟ چطور اتفاق افتاده؟ ببین چه سوالی داره میپرسه. میگم توی اتاق بغلی یه نفر کشتن، میگه چجوری اتفاق افتاده؟ آقا مگه من چی گفتم با هم اینطوری حرف میزنین؟ کسی دیگه هم اینجا هست؟ نه. برو کنار، باید داخله ببینم. بفرمایین، هر جا رو دوست دارین بگردین، کسی نیست. هیچ صدایی نشنیدی؟ نه، راستش زود خوابیده بودم. توی کمد چی داری؟ لباسم، ولی شما نامحرمین. برو کنار ببینم. گفتم که لباسم اونجاست. منو خجالت دادین. وای 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 ای دلقا حضرت پاشا تو چی کار کردی؟
ببین آدمای قصد چطور دارن عشق و حال میکنن. اینطوریه دیگه ابراهیم پاشا. تا دیروز واپس بدبخت بودی، امروز واس خودت قصر سلیمان بپاچد. ای چی میخوای مرد؟ گوش کن، خوب گوش کن، میشنوی که؟ ببینین ابراهیم پاشا برای اینکه صدای گشنگی مردم رو خفه کنه چه کارایی که انجام نمیده. ولی بعد به دلت را نده، صدای این سازم به زودی خفه میشه. پس اینجوری فکر میکنی؟ اینجوری فکر میکنم. بذار خوش باشن و زندگی کنن. دیوانه، تو میگی صدای این ساز خفه میشه اما فکر میکنی؟ آخه مردمی که مثل بره میمونن چطور میتونن جلوی این آدما قیام به پا کنن ها؟ بگو. ببین منو، اگه کسی هم برای قیام پیدا نشه این فقیر تنهایی قیام میکنه. افتاد؟ تو اول سعی کن روی پاهات وایسی بعدن قیام کن. مار سرخ دست کم نگیرش، الفا پیدا کن تا به میم برسه. چی شد؟ باز چی تعجب کردی؟ گاه آواز میخوانم، گاه غزلخوان میشوم. بیا برویم سر به روانم، بیا به سرای سعادتم. ندیم خان، حرفای شما مثل دریایی بیماننده. راستش متحیر شدم. شما لطف دارین قاسم پاشا. ما کلمات زیبا رو برای حضرت صدر اعظم میخونیم، اما مثل اینکه ایشان شعر ما را نپسندیدن. مگه میشه ندی؟ خیلی زیبا بود. بازم در این هوای زمستانی با خودت بوی بهار آوردی. قاسم پاشا، ابراهیم پاشا کمی پریشان به نظر میرسن. شما میدونید چه اتفاقی افتاده؟ منم نمیدونم جناب متفرقه، اما خب الان میفهمیم. حضرت پاشا، مسئله‌ای به وجود اومده؟ خیلی بی‌حوصله به نظر میاد. در خیابونا حرف قیام پیچیده. فکرمو مشغول کرده. چطوری؟ کی میتونه همچین جسارتی بکنه؟ اونو پیداش میکنیم. معلومه که بین مردمه. شیخ قبل مرگش اینو داده. راز این کاغذ به زودی آشکار میشه قاسم پاشا.
کاملا مشخصه که قصد و نیت آشوبگران تو این کاغذ مخفیه. تدبیری هم به کار گرفتین؟ میدونید چه کسانی هستن؟ اون دیگه کار توه قاسم پاشا. به روی چشم حتما. خب چطور این کارو میکنی؟ کار راحتیه پاشا. خب زنی که شاهد قتل جناب شیخ بود خودش ما رو به سمت سوراخ مار میبره. از سوراخ ما رو پیدا کن، گردن اون ما رو بزن. به زودی حل میشه، نگران نباشید. صبر کن. اسم اون زن شاهد چی بود؟ نگار. بذار ببینم بازوتو. سالم و سلامتی، مرد قوی میشی. نمیشه که همینطوری از دور به سفره نگاه کنی. گرسنه نمیمونی. قاشقاتو بردار بخور. زود باش، زود باش ببینم. آفرین. باید اینقدر غذا بخوری تا قوی بشی. زود باش بخور که بریم. یعنی چی؟ صبر کن یه لقمه از گلی بچه بره پایین. عجله برای چیه؟ عزیزم حتما منتظرشن، نگرانش میشن. باشه بذار بخوره. باز کن دهنتو. آفرین، شیر مرد. مگه این قدر چقدر با ارزشه؟ حتی تو خوابم ولش نمیکنه. قیافه‌شو نگاه کن. اصلا بره به جهنم. بیا بالا، اینجاییم. بیا ببین. آخ چه شده این؟ بازم مست اومده خونه؟ مست چیه؟ کشون اومده. جناب خلیل بیدار شو، صبح شده برادر. ببین منو، از دختر طلایی برات خبر آوردم. دختر طلایی؟ کدوم دختر طلایی؟ دختر طلایی کجاست؟ این دختر کیه؟ تو رو ارواح خاک آقامون اینو به جون من ننداز. اون کیه؟ یالا بگو ببینم. این از اون دختر طلاییایی که تو فکر میکنی نیست. چشم دل خانم طلا، سکه طلا. زود باش ببینم، باید بریم. براشو برو گم شو. ببین منو، سرم خیلی درد میکنه، میگیرم میزنم اتا. برو ببینم. اما اینجوری دختر طلایی میپره. بس اول صدای سکه ها رو بشنوم، بعد از تموم شدن کار صداشو میشنوی. من تا نشنوم از جام تکون نمیخورم. باشه خودت میدونی. اگه بیای اونجا بعد از تموم شدن کار صدای جیلینگ جیلینگ کیسه رو میشنوی، نگی نگفتم؟ برو ببینم بابا. برا تا بدون من عرضه هیچ کاری رو نداری. بی دست و پا.
کسی رو فرستادی دنبال زنه؟ نگران نباش آقا، دنبالش میگردیم. پس بریم کارو تموم کنیم. پاترونا خلیل نمیاد؟ پاترونا نیست اما برادرش هست. زود باش بریم. این کجاست؟ الان اینجا بود. همینجا گذاشته بودم. بلند شو برام لیوان آب بیار. خودت بلند شو بیار، مگه من کنیزتم؟ باز دوباره چی شده؟ بهم بگو مگه ما قریم ها؟ چی شده؟ اینو نگاش کن. تازه میپرسه چی شده. هنوز کتکت یادم نرفته. به نظر من زیاد بزرگش نکن. بیا اینجا. بیا اینجا بذار بوسش کنم خوب میشه. بیا دیگه لوس نکن خودتو. بیا بده بوسش کنم. ولم کن. فکر میکنی به همین راحتی دلمو به دست میاری؟ الکی بزرگش نکن. بزرگش میکنم؟ آره. به من نگاه کن ببینم. تو هر جور دلت میخواد نمیتونی رفتار کنی. الان دلم میخواد بوسش کنم، نه دلم نخواست بذارمش کنار. اینجوری نیست. حالا مگه چی میشه؟ ها؟ چی میشه؟ چی میشه؟ میای اینجا مثل پادشاه ها باهات رفتار میکنم، نگهت میدارم، غذا بهت میدم، شراب میدم. اون وقت تو چی کار میکنی؟ به خاطر یه دختر؟ نه یه دخترم نه، برای یه شراب کاری نیست که با من نکنی. خیلی خب باشه، برای دختر یا هر چی. حالا نتیجه میخواد؟ آره. تو خونه من مردی مثل تو جا نداره. برو بیرون، نمیخوام ببینمت. وای چشم دل خانوم. پس اینجوریه. دقیقا همین جوریه. خیلی خوب. البته جایی که ما رو نخوان ما هم اونجا نمیمونیم. اصلا این قدح من کجاست ندیدی؟ تو هنوز از قدح با من حرف میزنی خلیل؟ تو بازم از قدح میپرسی؟ برو بیرون، برو بیرون. نمیخوام ببینمت. برو. بفرمایید سلطانه. ای بابا از دست تو. ممنونم، خیلی مهربون شدی امروز مراد. بنابر وصیت جناب شیخ عبدالرحمن خان، ما باز هم مثل همیشه به کارمون ادامه میدیم. برای رضای خدا و برای آرامش روح شیخمان فاتحه.
نگار! نگار حکیمو خبر کنید. حکیمو خبر کنید. مراد آروم باش. مراد. آروم باش عزیزم، خودتو خسته نکن. همون بود. تحمل کن عزیزم، خواهش میکن. همون مرده بود. الان حکیم میاد، خواهش میکن. مراد تحمل کن، خوب میشه. خودش بود مراد. اون مرده اون بود. خواهش میکنم همون مرده. منو تنها نذار. خواهش میکنم نگار. نگار عزیزم، خواهش میکنم. نگار به من نگاه کن. نگار خواهش میکنم. اون یکی کجاست؟ نمیدونم، گمش کردم. پس تو کجایی؟ تونستم فرار کنم آقا. چه تر و تمیز تمومش کردی. خیلی خوب بود. با یه سنگ 2 گنجیک زدیم. آره، هم زنه رو هم بچه تو شکمشو. اسم پاترونا رو سربلند کردی. این حرفا رو تموم کنین. درد شما این است. بگیرش ببینم. فعلا آفتابی نمیشین. اصلا الانم برید پی کارتون. داری مراد چی شده؟ دخترم نگارم، دخترم دختر قشنگ، که این کارو باهات کرد؟ امانتتو خوب نگه نداشتم اما بدیعه خانم دست درد نکنه، بازم مثل همیشه عالی شده. خیلی ممنونم سلطانم. من همه سعی خودمو کردم، امیدوارم خوشتون بیاد. داری تعارف میکنی بدیعه خانم؟ این دستوزا مهارتتو نشون میده.
فاطمه ببین، زیبایی انگیپورا رو ببین، خیلی براشون زحمت کشیده شده. پس باید فوراً برای منم از این دستوزا حاضر کنی. منم دلم خواستم مجان. اگه عمری باقی باشه حتما. اما میدونید که زایمان دخترم نگار نزدیکه، به خاطر همینم یه کمی ذهنم مشغوله. دخترت بارداره. انشالله نبات به خیر خوشی به دنیا بیاد. انشالله. انشالله. بدیعه خانم، من باید حضرت صدر اعظم رو ببینم. با اجازه شما همه جان. سلطانم، حضرت ابراهیم پاشا خواستن خبر بدم که نمیتونن بیان. چرا؟ چی شده؟ تو قصر بلوایی به پا شده سلطانم. دوباره چی شده؟ تو بازار یه زن باردار رو کشتن. دخترم نگار، یه زن که شاهد قتل شیخ بوده. دخترم. بدیعه خانوم، فوراً حکیم خبر کنید. زود باشین آب بیارین. ما تشکیلات مخفی بزرگ دولت عالی رو به تو سپردیم مگه نه؟ در حالی که تو از حفاظت یک زن هم عاجز بودی. اما جناب پاشا، ما هر گونه تدبیری. چه تدبیری آقا؟ چه تدبیری؟ چه کار کردی؟ جناب شیخ کشته شد، شاهد کشته شد، آشوبگران تو خیابونا میچرخن. اون وقت تو از تدبیر برام حرف میزنی؟ سرور بزرگمان حضرت سلطان احمد وارد میشوند. چه شده ابراهیم پاشا؟ این چه وضعیتی است؟ در پای تخت من روز روشن جان یک خاتون گرفته شده. این دولت هیچ خدمتگزار با کفایتی نداره؟ اگه مردم من نمیتونن راحت تو خیابونها قدم بردارند، مقام و منزلت شما و نشستن من بر این تخت چه معنایی داره؟ هر کسی پشت این کاره، حتی اگه تو زمین فرو بره، باید پیدا بشه. باید برای عبرت عالم تو میدون مجازات بشه. در غیر این صورت باید روز محشر جوابگوی اون زن و بچه تو راش بشه. دیگه هیچ وقت از جلوی چشمام تکون نمیخوری. تو یه بچه معمولی نیستی. به همین زودی تاج و تخت عثمانی مال تو میشه. باید مسئولیت هر قدمی که برمیداری رو کاملا بدونی. کارای بچه گوله ممنوع. چرا داد میزنی؟ اصلا همش تقصیر تو بود. منو تنها تو مهمون خونه گذاشتی رفتی. آها، اگه من از دست اون مرد فرار نمی کردم، نه انتقامی در کار بود، نه شاهزاده ای که بخوای به تخت بشونیش. میرزا، منو از اینجا ببر، میخوام برم خونه. میرزا، نشنیدی چی گفتم؟ منو ببر خونه، تاج و تخت نمیخوام. تو فکر میکنی کی هستی بچه؟ کافیه جان سزا، کافیه. ببین مهمت جان، چیزی برای نگرانی وجود نداره. من اجازه نمیدم هیچ وقت به تو آسیبی برسه. تا زمانی که من زنده‌ام هیچ کس نمیتونه به تو دست بزنه. الانم بهتره هممون آروم باشیم. تو برای این کار تربیت شدی، ما هم برای خدمت به تو اینجا هستیم. اینو فراموش نکن، ما ثابت قدمیم. مردان ثابت قدم هیچ وقت از تصمیمشون بر نمیگردن، مگه نه؟ معلومه که بر نمیگردیم.
قول بده ببینم. قول من قوله. مدت ها بود اینو میخواستی. حالا که قول مردونه دادی، اینو به تو میدم. مثل یه مرد به من به کمرت. با من بیا. شنیدی که سرورمون چی گفتن؟ دیدی که چقدر عصبانی شدن؟ تازه فکر میکنن یه حادثه معمولی بوده. اگه بفهمه که پشت این مسئله قیام وجود داره، سر هممون به باد میره. نگران نباشید حضرت پاشا، دیگه این اشتباه ها رخ نمیده. هر کاری لازم باشه انجام میشه. باید قول بدی هر کسی که مسئول این آشوبه پیدا کنی و تا فردا گردنشو بزنی. متوجه شدی؟ حتما پاشا. میتونی بری. سر زده میشه، اما اون سر تو با سلطان احمده. پاشا. سلطانم، اینجا بودی؟ بله اینجا بودم. ببین جان سزار، در هر صورت اون یه بچه است. این روزا بلایی نبوده که سرش نیاد. باید اونو درکش کنی. وقتی کار اینقدر جلو رفته، راهی واسه برگشت نداریم. باید خودش رو جمع کنه. تیر از کمان رها شده. بچه نیست، مثلا شاهزاده است. این حرفا رو تو داری میگی؟ بچه رو از دیارش جدا کردیم و بردیم اینجا؟ کی بهتر از تو بی مادری و بی پدری رو میدونه؟ اگه تو هم حال و روز این بچه رو نفهمی، کی باید بفهمه؟ تصویر سر زده شده یه پدرم سال هاست از جلوی چشام پاک نمیشه. من تنها برای انتقام زندم. فقط برای همین. حق داری، اما باشه، فهمیدم. من دل مهمتو به دست میارم. خیلی خوبه. سال هاست سر مزار پدرم نرفتم. میخوام برم اونجا. جان سزار، نگران نباش، مراقبم. پاشا، میدونی تاوان پنهان کردن مسائل از سرورمون چیه؟ میدونم سلطانم. من خودم جونمو برای سرورمون فدا میکنم. پس این مسئله شورش و قیام چیه؟ چرا از پادشاه مخفی میشه؟ سلطانم، مسئله مهمی نیست. شایعاتی به گوشمون رسیده. نخواستم قبل از فهمیدن اصل و ریشه اون مزاحم سرورمون بشم. ببین پاشا، سرورمون مهر این دولت رو به تو داده. دخترش فاطمه سلطانم داده. کم مونده تو را به جای خودش سلطان این ملک بکنه. اینو بدون که اگه کسی روزی قصد جون برادرمو بکنه، منو مقابلت میبینی. سلطانم، خودتون خوب میدونید که صدر اعظم 2 لباس داره. یکی لباس عید، دیگری لباس اعدام. من هم از روزی که بنده سرورمان شدم
این دو لباس رو یکی کردم روزی که ازم سر بخوانم برام عیده. با کمال افتخار سرمو تقدیم میکنم. خدارم شاکرم. از تلاشتون تقدیر میکنم. اما اگه روزی برسه که بنا باشه حق این لباس رو ادا کنی، این حرفا رو یادت میارم. از این موضوع چیزی به سرورمون نمیگم، اما امیدوارم در اسرع وقت این مسئله رو حل کنی. بابا، ای کاش هیچ کدوم از اینا اتفاق نمی افتاد. ای کاش زنده بودی. ما مثل بقیه صاحب زندگی بودیم. سال هاست بار انتقامو به دوش می کشم. دیگه خسته شدم. دختر خوشگلم به چی نگاه میکنه؟ اسما داره کجا میره بابا؟ ازدواج کرده دخترم، میره خونه شوهرش. باباشم همراهش میره یا نه؟ پدرش اینجا میمونه. یعنی دیگه باباشو نمیبینه؟ مگه میشه که نبینه؟ هر موقع که دلش تنگ بشه میاد اینجا و باباشو میبینه. پس من ازدواج نمیکنم. اوه خیالم راحت شد. من دختر خوشگلم و به هیچ کس نمیدم. ما هیچ وقت از هم جدا نمیشیم نه؟ جدا نمیشی. قول میدی؟ قول دخترم، قول میدم.
بگیر ببینم کارتو درست انجام بدی. ممنونم آقا. اما یه شرط داره. وقتی کیسه ها رو گرفتی میخوام ناپدید چی. یه مدت اینجا نباش، حتی تو استانبول. اینجا رو ترک کن. خوبه، اما به جز استانبول کجا میشه خرجشون کرد؟ نمیدونم. مناسبت. این از کجا اومده؟ تو بخور، پولش به من رسیده. نوش جان بخور. راضیم ازت. مزد اون کاریه که نیومدی. میبینی؟ از همه جا طلا میباره. نه بابا، من تا دیروز فکر میکردم به درد نخوری. پس میبینی که ما هم به درد میخوریم. سکه طلا زیاده حالا، دنیا مال ما میشه با سکه حالا. هاپا سکه طلا زیاده حالا، دنیا مال ما میشه با سکه طلا. یا سکه طلا. ساکت شو رفیق، سرمون رفت. سکه طلا زیاده حالا، دنیا مال ما میشه با سکه طلا. سکه طلا. ساکت شو دیگه. این شاخ شمشادی که داره آواز میخونه برادر منه. یا خفه میمیری و میشینی سر جاد، یا گردنتو میزنم. باش آقا، نمیدونستم. سکه طلا زیاده حالا، دنیا مال ما میشه با سکه طلا. سکه طلا زیاده حالا، بگو این سکه از کجا آوردی؟ میشه با سکه طلا. سکه طلا بگو چه غلطی کردی؟ زیاده حالا، دنیا مال ما میشه با سکه طلا. بشین کوف کن. کار درست نبود داداش. خیلی خواب بشین بابا، لوس نشو. سنجر، سنجر، غم آخرت. غم آخرت باشه. ممنونم، زنده باشید. خدا رحمتش کنه. غم آخرت باشه. خدا بیامرزه. ممنونم. غم آخرت باشه. غم آخرت باشه.
پسرم، از بس میگی کاری نکردی داری خودتو نابود میکنی. اما وقتی اجل بیاد، نه یه ساعت زودتر نه یه ساعت دیرتر میاد. کی میتونه جلوی تقدیر بگیره؟ من میتونستم. نزدیکی من وایستاده بود. اگه چشم ازش بر نمیداشت من زیر این همه خاک نخوابیده بود. همش تقصیر من بود. هر کس تقدیری داره پسرم. تقدیر ما هم اینجوری نوشته شده. فکر میکنی قلب من آتیش نگرفته؟ نگار تنها بچم و تنها نوامو به خاک سپردم. حالا وظیفه ما صبر و تحمل کردنه. خدا با صابرانه پسرم. زود باش پسرم. تو برو بلند شو پسرم. اون دیگه مرده کارش نمیشه کرد. آره بابا، اما کسی که میمونه وظیفه‌ای داره. تو برو بابا. دیوانگی نکن پسرم. تو برو بابا. میدونم که این کار کردن. خونت پایمال نمیشه. غم آخرت باشه. ممنونم. میدونم از دست دادن کسی که دوست داری چه حالی داره. یه آتیشی تو قلبت میفته که 7 جهانم بگردی، از 7 رو دماغ بخوری، خاموش نمیشه. پس اون آتیش بقیه رو هم با من میسوزونه. پاترونا، پا تو از میخونه بذاری بیرون، نگاه میکنی ببینی تو کوچه ها خون را افتاده. حالا مگه چی شده؟ هر روز دارن یه جنازه از تو کوچه ها جمع میکنن. روز روشن یه زن حامله رو کشتن. حالا این تقصیر صدر اعظمه. به زودی همه چیش داغون و نابود میشن. پاترونا، یه خاتون دم در منتظرته. خاتون؟ اینم کجاست؟ اونش. خیر باشه همشیره. بس که تویی. خلیل، چی شده؟ منتظر کسی دیگه ای بودی؟ من گفتم بیام دم در چون یه نفر کارم داره. منم اومدم ببینم کی. حالا چی میخوای؟ تمام روز که نیومدی خونه، همومم که نرفتی. ای وای من. ببین چی میگم. میگم از جایی که بیرونت کردن دیگه هیچ وقت بر نکرد. منم که دل نازک خیلی بهم برخورد. آخه چقدرم که تو دل نازکی. بعدم مگه تو نگفتی آدم کسیو که دوست داره میزنه؟
نوازش میکنه مثل من بیرونش میکنه. خواب یه تفنگ میندازه توی صورتش. بارو ببینم، بارو پیکاره. خلیل اینقدر بزرگش نکن، زود باش بیا بریم. آخه با تو کجا بیام؟ بریم خونمون. تکلیف منو مشخص کن. اونجا خونه توه یا خونه ما؟ بارو. خلیل ببین تمام روز پیرنتو بو کردم. تو واقعا بو کردی؟ آره دیگه. زود باش. زود باش. خر شدم. جلوتو نگاه کن. این هدیه ناخدا پاشاست. تو مسابقه اول شد. اسمش شب یلداست. نامش به اندازه خودش زیباست. معنیش چیه؟ نام بلندترین شب ساله. ببین شاعر چی گفته؟ شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. سلطانم خوش آمدی. بیا نور چشمم، بیا بیا کنارم بشین. مدت زیادی روی ماهتو ندیدم. کارهای دولت زمانی برای دیدار نمیذاره پاشا. تمام کارهایی که میکنم برای شماست سلطانم، برای سعادت سرورمونه. اما هنوزم کسایی هستن که از کارای شما به اندازه کافی راضی نیستن. مثلا عمه عزیزم خدیجه سلطان. میدونم نگرانی های خدیجه سلطان از کجا نشأت میگیره. حدس میزنم رفتار عمتون شما رو هم مضطرب کرده. نگران نباشید، مشکل بزرگی نیست، به زودی حل خواهد شد. من به این هیچ شکی ندارم پاشا. خسته نباشید. ممنون. دنبال مردی هم که روی دستش خالکوبی داره. خب به من چه؟ من از کجا باید بشناسمش؟ من روزی 1000 بار این کارو میکنم. رو دستش نوشته پاترونا. راشد، اون راشده. اگه بری دم اسکله پیداش میکنی. آه دختر سیاه‌بخت من، تو بچه دنیا ندیده و خاک ازم گرفت. آه عزیزم چه طالع بدی داشتی تو. اینطوری حرف نزن بدیه خانم، خدا قهرش میگیره. آه این چه تقدیریه بابا ساله. اول جناب شیخ، بعدم دختر خوشگلم. چرا این مصیبت و بلا همیشه دامن آدمای خوبو میگیره؟
ببینید، خداوند هم عذاب میده هم پاداش. چی خیره و چی شره ما نمیفهمیم. در مورد حکمت خدا نباید سوال کرد، نباید سوال پرسید، اما دختر من خیلی جوان بود. ای کاش به جای دخترم من قربانی شده بودم. ای کاش منم رفته بودم. باید میرفتم. اما میبینی که عجل به پیر و فرتوت و سلطان توجهی نمیکنه. بفرمایید سلطانم. غم آخرتون باشه. زنده باشید. زحمت نکشین. بدیه غم آخرت باشه. خدا به تو صبر بده. خیلی ممنون. خدا از شما راضی باشه سلطانم. خودتو ناراحت نکن. جای دختر تو بچه نازنینش برای همیشه تو بهشته. مادرم سلطانم، دارم میسوزم. منم خوب میدونم غم فرزند چیه. منم بچه هامو با دسته خودم به خاک سپردم. یکی وقتی شیرخواره بود، اون یکی هم 7 سالش بود. مطمئن باش قاتل دخترت پیدا میشه. خیالت راحت باشه. ممنون سلطانم. بابا صالح مرد شکیباییه. خدا رو شکر اون از من قوی تره. پروردگارا، من بنده عاجز تو هستم. تحمل چنین مصیبتی رو ندارم. مثل انبیا و اولیا که خوبت نیستم. چه سربلند از این امتحان بیرون بیام. حالا که این مصیبت رو به هم دادی، صبرشم به هم بده. حداقل من دخترم رو در آغوش گرفتم، بوییدم. مراد بیچاره که از اینم محروم بود، به اونم صبر عطا کن خدایا. یادت 2 سال پیش بهت چی گفتم؟ گفتم یا من یا سلاحت. تو هم بدون فکر سلاحتو کنار گذاشتی. بازم ازت میپرسم، من یا سلاحت؟ تو متوجه نیستی. میگم دلم شور میزنه. مطمئنا دردسر پیش میاد. مراد، یا من یا سلاحت؟
بگو بقیه کجا؟ بگو بگو بقیه کجا؟ نمیدونم. بگو بقیه کجا؟ نمیدونم. جواب بده. نمیدونم. بقیه کجا؟ نمیدونم. داری دروغ میگی. بدونم هم نمیگم. نشون میدم. حرف بزن لعنتی. نمیدونم. بقیه کجا؟ جواب بده. باشه وایسا میگم. کجا؟ کیف میکنین چه سفره چیدم؟ کم از سفره صدر اعظم نداره. بله. تو هم باجا قطع خودتو صدر اعظم میدونی. اگه همشو بخوری حتما میگی پادشاه جهانی. پرش کن تو پرش کن. امشب شب ماست. برو برام شراب بیار.
کجا موندی زن؟ گلوم خشک شد. سریع. خیلی عجله داری. تو کی هستی؟ یه حسابایی با هم داریم. وایسا. بذار کمکت کنم. از زن من چی میخواستی؟ از بچه به دنیا نیومدم؟ چیزی نمیخواستم. من تا به دستور کی به دستور داد؟ بگو کی به دستور داد؟ کی دستور داد؟ نمیدونم. میدونی؟ باید بگی. نمیدونم. بگو. من نمیشناسمش. بهش میگن مار سرخ. مار سرخ. مار سرخ. رحم کن. بس نگه با این زنمو کشتی. این کارو نکن. خواهش میکنم. با همین بچه‌مو کشتی. صبر کن. یادت میاد کجا رسیدی؟ رحم کن. رحم کن. خواهش میکنم. خوب نگاه کن.
پاترونا در باز کن. چه خبره؟ بلند شو، الان در میشکنن. باز کن در پاترونا. کیه این وقت صبح؟ الان میرم میکشمش. صبر کن تا بیام حالیت کنم. الان میام. چه مرگت اول صبحی. امان بده پاترونا، وایسا. یه چیزی تو میدون هست که باید ببینیش. حتما باید ببینی. چی تو میدون احمق؟ برادرت سنجر. گفتی سنجر؟ برای کنار. آه! 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 سنجر! آه! 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 کی این کارو کرده؟ این برادر من بود. من پاترونم. قسم میخورم هر بی‌ناموسی، هر پستی که این کار کرده رو میکشم، حلقاویزش میکنم. فقط به من بگین کی این کارو کرده؟ بهم بگید. کی کارو کرده؟ من کردم.